یکی از سخنهایی که مسلمان باید هر صبح و شام آن را ذکر کند و بگوید با زبان خود این است که حدیثی داریم از ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس بگوید که رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا، هر کسی که هر صبح و شام این سخنها را بگوید جنت برای او واجب میگردد. این یک حدیثی صحیح است. یعنی تو قناعت و اکتفا به این میکنی که پروردگار تو الله سبحانه و تعالی است و دین تو دین مبین اسلام است و پیغمبر تو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی این شکر زبانی است، باید انسان این را هر صبح و شام بگوید. و شکر قلبی این است که وقتی که این سخنها را میگویی، وقتی که تو مسلمان هستی باید همه این را بدیل تصدیق بکنی. تمام سخنهایی که در قرآن آمده است و وحی الهی است آن را باید از قلب تصدیق بکنی. این را شکر قلبی میگویند. و شکر عملی این است که هر تعالیمی که در دین مبین اسلام آمده است باید پابند او باشی و این دین را برای دیگران برسانی. شکر دین مبین اسلام همین است که باید تعلیمات این دین را برای دیگران برسانی. یک امریکایی وقتی که نو مسلمان شده بود میگفت که میگریست و میگفت که شما دیر کردید. یعنی من دیر فهمیدم که یک دین وجود دارد به نام اسلام. چرا شما اینقدر دیر کردید که پدر و مادر من از اسلام بیخبر از دنیا گذشتند؟ یعنی رساندن این دین یک وظیفه هر یک مسلمان است که باید با یک حکمت و یک طرز خوبی برای مردم باید برسانیم.